سلام، خوش اومدین. امروز میخوایم با هم یه سفر خیلی جالب داشته باشیم به قلب تپنده دنیای دیجیتال تا ببینیم اینترنت واقعاً چطوری کار میکنه. صحبت از یه سیستم پنهانه که پشت هر کلیک، هر ایمیل و هر ویدیویی که تماشا میکنید قرار گرفته. مدل TCP/IP. خب بیایید شیرجه بزنیم تو این دنیای شگفت‌انگیز. تا حالا بهش فکر کردین؟ چطور ممکنه یک کلیک ساده از کامپیوتر شما به یه سرور اون سر دنیا برسه و در یک چشم به هم زدن جوابش برگرده؟ جوابش جادو و جنبل نیست، نه، بلکه یه سیستم فوق‌العاده هوشمند و منظمه که طراحیش کردن تا دقیقاً شبیه جادو به نظر بیاد. TCP/IP رو مثل یه سیستم پستی جهانی فوق پیشرفته تصور کنید. این همون زبان مشترکیه که باعث میشه آیفون شما بتونه با یه سرور گوگل حرف بزنه، با اینکه توسط دو تا شرکت کاملا متفاوت ساخته شدن و نرم افزارهای مختلفی دارن. این مدل تضمین میکنه که هر پسته اطلاعاتی، چه ایمیل باشه چه عکس، صحیح و سالم به مقصدش برسه. بسیار خوب، آماده این؟ بیایید سفر یه بسته داده رو قدم به قدم با هم دنبال کنیم. همه چیز از اینجا شروع میشه. لایه کاربر، یعنی دقیقاً همون جایی که من و شما و اپلیکیشنامون با شبکه سر و کار داریم. این لایه در واقع رابط کاربری شما با شبکه است. وقتی مرورگرتون رو باز می‌کنید یا یه ایمیل می‌فرستید، شما عملاً توی لایه کاربرد هستید. انگار دارین هدیه یا همون محتوای خودتون رو انتخاب می‌کنید و آماده می‌کنید که بفرستینش. تو این لایه یه سری پروتکل‌های خاص مثل HTTP برای وبگردی یا SMTP برای فرستادن ایمیل وارد بازی میشن. اینا رو مثل کارمندای خیلی متخصص اون اداره پسته در نظر بگیرین. کارشون اینه که پیام شما رو، چه درخواست یه وبسایت باشه چه یه ایمیل، بگیرن و اون رو توی یه پاکتنامه مناسب بذارن و برای ارسال آمادهش کنن. خب، هدیه ما آماده است. ولی حالا باید مطمئن بشیم که سالم و سلامت به مقصد میرسه، درسته؟ این وظیفه یه لایه دیگه است. لایه انتقال. کارش بسته‌بندی مطمئن برای یه سفر بی‌دردسره. این لایه رو مثل مدیر کنترل کیفیت اون سیستم پستی تصور کنید. کارش خیلی مهمه. قبل از اینکه هر بسته‌ای از انبار خارج بشه، این لایه میاد یه ارتباط مطمئن بین کامپیوتر شما و اون کامپیوتر مقصد برقرار میکنه. یه جورایی انگار یه دست دادن مجازی اتفاق میفته تا مطمئن بشه هر دو طرف آمادن و سرعت ارسال و دریافت رو هم مدیریت میکنه که هیچ بسته‌ای گم نشه. و اینجا میرسیم به یکی از هوشمندانه ترین ایده ها توی کل تاریخ اینترنت. به جای اینکه یه فایل بزرگ، مثلا یه فیلم کامل رو یه دفعه‌ای بفرسته، لایه انتقال خیلی هوشمندانه اون رو به هزاران بسته کوچیک‌تر و قابل مدیریت تقسیم میکنه. چرا؟ فکرشو بکنید، اگه یه بسته تو راه گم بشه یا خراب بشه، فقط کافیه همون یه تیکه کوچیک دوباره فرستاده بشه، نه کل فیلم. این دقیقاً همون چیزیه که اینترنت رو انقدر قوی و کارآمد کرده. تو این لایه ما دو تا بازیگر اصلی داریم. یکی TCP که مثل یه پست سفارشیه. خیلی مطمئن میتونی پیگیریش کنی و تحویلش تضمین شده است. برای همین واسه ایمیل و دانلود فایل عالیه. اون طرف UDP رو داریم که بیشتر شبیه یه کارت پستاله. سریع و ساده، ولی خب تضمینی در کار نیست. این برای تماس تصویری یا بازی آنلاین که سرعت حرف اول رو میزنه ایدئاله. خب، بسته ما آماده و بسته‌بندی شده. حالا وقتشه که آدرس گیرنده رو روش بنویسیم و بهترین راه رو براش پیدا کنیم. خوش اومدیم به لایه اینترنت. این تشبیه فوق‌العاده دقیقه. قلب تپنده این لایه چیزیه به اسم پروتکل اینترنت یا همون IP. دقیقاً مثل آدرس خونه شما که برای ساختمونتون یکتاست، آدرس IP هم یه آدرس دیجیتالی منحصر به فرد برای هر دستگاهی که به اینترنت وصله، از گوشی شما گرفته تا سروری که یه وبسایت رو میزبانی میکنه. اینجوریه که هر پکت دقیقاً میدونه از کجا اومده و باید به کجا بره. پس لایه اینترنت دو تا کار خیلی حیاتی انجام میده. اول میاد آدرس فرستنده و گیرنده رو، همون آدرس‌های IP، روی هر بسته میچسبونه. دوم، مثل یه GPS خیلی پیشرفته برای داده‌های شما کار میکنه. کل شبکه عظیم اینترنت رو نگاه میکنه و برای هر بسته بهترین و سریعترین مسیر رو پیدا میکنه تا به مقصد برسه و از ترافیک شبکه هم جا خالی بده. و بالاخره میرسیم به مرحله آخر. بسته دیجیتالی ما باید تبدیل به یه سیگنال فیزیکی بشه تا بتونه سفرش رو شروع کنه. این کار توی آخرین لایه، یعنی لایه دسترسی به شبکه، انجام میشه.
اینجا دیگه همه چیز فیزیکی و واقعی میشه. اینجا جاییه که اون هدیه دیجیتالی ما بالاخره سوار کامیون یا هواپیمای حمل و نقلش میشه. دیگه صحبت از داده‌های انتزاعی و 0 و 1 نیست، صحبت از سخت افزار واقعیه. کابل‌های ایترنت، امواج رادیویی مودم وایفای شما و کابل‌های فیبر نوری که از اقیانوس‌ها رد میشن. وظیفه اصلی این لایه یه جورایی ترجمه است. باید زبان کامپیوترها، یعنی همون 0 و 1 های دیجیتال رو به زبان دنیای فیزیکی ترجمه کنه. یعنی اونها رو تبدیل کنه به پالس های الکتریکی که توی کابل شبکه حرکت میکنن، یا جرقه های نوری که توی فیبر نوری با سرعت نور میرن، یا امواج رادیویی نامرئی که سیگنال وایفای شما رو میسازن. خب ما سفر یه بسته داده رو توی 4 لایه دنبال کردیم. اما سوال اصلی اینه، چرا این مدل لایه لایه اینقدر مهمه؟ بیاین یه قدم بریم عقب و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. این جدول کل سفر رو خیلی قشنگ خلاصه کرده. اما زیبایی واقعی این طراحی لایه‌ای توی یک کلمه است: ماژولار بودن. ببینید، مهندسی که داره روی کابل‌های فیزیکی کار میکنه اصلاً لازم نیست بدونه که ایمیل‌ها تو لایه کاربرد چطور کار میکنن و برعکس. این جداسازی وظایف همون چیزیه که به اینترنت اجازه داده این همه سال دائما پیشرفت کنه. ما میتونیم تکنولوژی وایفای رو کاملاً عوض کنیم بدون اینکه لازم باشه حتی یه خط از کد وبسایت‌ها رو تغییر بدیم. نبوغ ماجرا دقیقاً همینجاست. و این مهمترین نکته است. TCP/IP همون دست دادن دیجیتالیه که میبینید. یه مجموعه قوانین جهانیه که تضمین میکنه یه گوشی اندرویدی بتونه خیلی راحت با یه لپتاپ اپل حرف بزنه و اون هم به یه سرور لینوکسی وصل بشه. اگه این زبان مشترک وجود نداشت، اینترنت فقط مجموعی از شبکه‌های جدا از همون ناسازگار بود. TCP/IP اون چسبیه که کل دنیای دیجیتال ما رو یک پارچه نگه داشته. دفعه بعدی که یه صفحه وب رو باز می‌کنید یا یه پیام می‌فرستید، یادتون باشه که پشت صحنه چه سفر پیچیده و شگفت‌انگیزی داره اتفاق میفته. این فرایند واقعاً یکی از بزرگترین دستاوردهای مهندسی بشره. اما سوال اینه که چه شگفتی‌های دیگه‌ای توی این دنیای دیجیتال پنهان شده؟ ممنونم که با ما همراه بودید.